یه سفر سخت و طاقت فرسا برای اسبی که میخواد از همه خونه و شطرنج بگذره، ولی از هر خونه فقط یک بار رد بشه. سلام، معمای امروز ما در مورد سفر شگفت‌انگیز اسبه. اسب قصه ما چجوری میتونه از همه خونه ها رد بشه ولی فقط از هر خونه یک بار عبور کنه؟ جواباتون رو برامون بفرستید. سفر شگفت‌انگیز اسب یکی از مسائل سخت ریاضیات بوده که هر سال ذهن ریاضیدانای زیادی رو درگیر کرده. هدف این مسئله چی بوده؟ هدف اینه که مسیری رو پیدا کنیم که اسب از همه خونه ها بگذره و از هر خونه هم دقیقاً یک بار عبور کنه. اسب رو یه جایی توی صفحه شطرنج به دلخواه خودمون قرار میدیم، مثلا اینجا. خب اسبی که اینجاست چند تا راه برای رفتن داره؟ 8 تا خونه. میایم دونه دونه توی هر مرحله 8 تا خونه رو بررسی میکنیم. یکی مثلا این خونه. خب وقتی اینجا بره، بعد از این چند تا راه برای رفتن داره؟ 2 تا. یا مثلا این یکی، اگه این یکی خونه رو بره، بعد از اون چند تا راه داره؟ 3 تا. و به همین ترتیبی که از برای بقیه دونه دونه شماره گذاری میکنه. از بین اینها اسب خونه ای رو انتخاب میکنه که کمترین راههای ممکن رو داشته باشه، پس وارد خونه دوم میشه. توی مرحله بعدی به همین صورت دوباره این کار رو انجام میدیم، از بین 2 تا خونه بررسی میکنیم که کدوم کمتره و واردش میشیم. این مسئله توی 95% مواقع پاسخگو هستش و یه راهی رو کشف کردیم و پیدا کردیم که میتونیم اسب رو به سلامت از همه خونه ها عبور بدیم، جوری که از هر خونه دقیقاً یک بار بگذره. اما پرسش بعدیمون چیه؟ آیا اسب توی هر خونه‌ای که باشه میتونه این سفر شگفت‌انگیز خودش رو داشته باشه؟ همینطوری که توی مثال قبل دیدیم، خونه اولی که اسب داخلش بود با خونه 64می که اسب داخل اون خونه بود یه حرکت اسب مانند فاصله داره. یعنی جوری که اسب میتونه یه دور کامل بزنه و برگرده سر جای خوده. یعنی مثلا از این نقطه دیگه شروع میکرد، اونجا رو دوباره از اول قرار میدادیم و یه دور کامل توی این دور حرکت میکردیم تا دوباره برگردیم به خودش. پس از هر نقطه‌ای که توی صفحه شطرنج در نظر بگیریم میتونیم یه سفر شگفت‌انگیز اسب داشته باشیم. امیدوارم از سفر شگفت‌انگیز اسبمون لذت برده باشید.